سلام بچه چطورین؟ یه موردی رو داشتم بهش فکر میکردم گفتم به شما هم بگم. بچه پارسال قبل از اینکه ویزاها بیاد همه داغون ناراحت عصبی، چرا این ویزای لعنتی نمیاد، چرا سفارت دست نمیجنبونه، خدا میخوام برم دیگه، خسته شدم دیگه و موارد این مدلی. و خب تا مدت هم ادامه داشت دیگه، چون تعداد بچه ها خیلی بود. بعد من خب همش رو اینجا بودم، من ایران نرفتم بعد از حدودا یک سال و چهار ماه فکر میکنم. و بعد به تابستون که رسیدیم دیدم جمعیت عظیمی از بچه ها دارن میرن ایران و حتی خیلی زودتر دارن بلیط میخرن. 3-4 ماه زودتر خریدن یا حتی 5-6 ماه زودتر خریدن خوبه، به خاطر اینکه توی هزینه بلیط صرفه جویی میشه و کمتر میشه. و الان نگاه میکنم میبینم خیلی زودتر مثلا بعضی از بچه‌ها گرفتن، یا اینکه تابستون یه تعداد عظیمی از بچه‌ها میرن، یا میبینم الان دارن میرن. و یا میبینم واسه یه مراسم ها خیلی تلاش میکنن که مراسم ها رو مثلا برگزار کنن. میخوام بگم که بچه‌ها اصلا یه چیزایی میبینی که شاید انتظارشو نداشته باش. مثلا من از اون آدم انتظار نداشتم که بخواد به این زودی برگرده، انتظار داشتم که بمونه. ولی میبینم که مثلا همون آدمی که اون موقع انقدر واسه یه ویزا میگفت چرا نمیشه چرا نمیاد، انقدر هرس میخورد، الان میبینم زودتر از بقیه بلیط میگیره و برمیگرده. بچه روال عجیبیه، روال متفاوتیه. و همینطور مراسم ها گفتم، مراسم ها اینجا بیشتر از ایران برگزار میشه. یعنی انقدر که من اینجا مراسم میبینم، مراسم ها مثل چه میدونم یلدا، مثل عید نوروز، چیزای این مدلی میبینم اینجا داره بیشتر برگزار میشه. تو ایران یادم نمیاد، یعنی خیلی کم بود توی خانواده ما. خلاصه که اینجوری بچه مواجهت روالش خیلی عجب غریبه.